دشواری داره. فکر کردم من چیم؟ دشواری داری چه من برنامه. آقا من نیدیم آخه. ایوه الناس من مشکل دارم. میخوایم بدونی مشکلم چیه؟ فوق لیسانس مملکت. وای باران Yazın ahirinde senlerin çölünde, yazın ahirinde senlerin çölünde yetişip elçeler, yaşıl elçeler, yaşıl elçeler, 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 abi, elçeler, elçeler, elçeler. Bahalık dimini ben bilirəm, bahalık dimini ben de bilirəm. Neyni yok, neyine bak, alaq elçeler, alaq elçeler. Gözü yoldadır, belki gələsən. A kişi bu elçələri alasan, mənə pul verəsən, mənəm gedəm arvad alam. İllər sən icazə ver, ağa. Elçələr, fose, elçələr. Fose abi de icazə ver ağa. Ağa, elçə satıram da, elçə satıram. Ay nəzər, qardaş, bizim müdiriyyətinin də yanı mən icra başlamaq həmən ağa gəlib burada elçə sat. Ağa, tarixdə elçə satarlar, çay satarlar, tuxum satarlar. Ne aşım ben sana izlersen, işi gör da. Ben işimi görüm, sen səsin qoymur axı. Sen aslında ben yavaş giderim. Sen edame ve detop. اینجا جشنواره تئاتر ما داریم برنامه اجرا میکنیم تا من شروع کردم داورهای عزیز نشستن منتظرم من کارمو بکنم یهو میبینم شما اینجا داری داورها اینا هستن بله ای چروغله چرا ایتس اوکی سلام خوبی استاد ارادتمند این فیلم شما خیلی نگاه می‌کردیم صحنه زنی عالی هستید یه عکس با من و اساتید بگیم من این داغ احسان ما وقتی دا burada acaba منم می‌احسان منم می‌احسان منم احسان ما رو نشون عکس مثلا چه دا یک عکسش یک بله باشه خواهشم بخندید ماشین اسات Kaşar salah, fokus neşe. Düreyga. Kube. Düreyga ya. Yaft bده من. یه لحظه سکوت کن. سلام. اومدم سردری. دارم حال میکنم. جاتون خالی الان دوست پسرم میاد. بله چی داری میگی شما؟ بابا من bekarçılıktı daha da belageri میکنم. elçe belager در حال. elçe satırsan, belagerini gelirsen biz bilmedik senin ne karı. Baba müşkülüm var, ben مشکل دارم. Düşmanı دارم. فکر کردم من چیم؟ Düşmanı داری çerçevesen ben Baba ben neydiyim آخه؟ ایوه الناس من مشکل دارم. میخوایم بدونی مشکلم چیه؟ فوق لیسانس مملکتم. استاد جرنگل فوق لیسانس من پدرم به من گفت پسرم برو درساتو بخون من پشتتم. ابتدایی خوندیم گفت ادامه بده. راهنمایی خوندم گفتم تموم شد. گفت ادامه بده پشتتم. دیپلم لیسانس فوق لیسانس گفتم بابا من تموم شدم. گفت من چیکار کنم؟ گفتم تو گفتی پشتتم. گفتم من گفتم تو چه باور کردی؟ پدرم منو آخ کرد. hakkı validen شدم من. همه هم کلاسی های مهاجرت کردن کانادا اونوریم و 2 نفر موندیم. اون یکی راننده اسنپ ماشین داشت من نداشتم داره من میپوشم. آقا مملکت کار نیست. دلار میره بالا. صبح سکه بود 13 میلیون 850 چالا شد 15 میلیون. من با این وقت کار کنم. میدونم همه اینا رو منم قبول دارم. اینو میفهمم ولی خب باز دلیل نمیشه شما اجرای منو خراب کنید. ای آقا من مشکل دارم. من چیکار کنم؟ شما به من بگید مردم من چیکار کنم؟ ببین رفتم اداره تا هر اداره رفتم هر گفتن آقا نمیشه. آخر یه پارتی پیدا کردیم. یه دونه نفر گفت آقا میسپارم گفت به شرطی که متأهل باشی. گفتم بابا تو این وضع بیکاری کی به من زن میده؟ خلاصا من از اینا رو اومدم بیرون گشتم خودمو تحت فشار قرار دادم عاشق شدم. Bir kız gördü gözlerim yattan çıktı sözlerim. Bu kız əcəbdir əcəb çox fəzili tələb. Xülasə rəftim دنبال şumare WhatsApp شبانه نیست روزانه است. دایرکت فلان رفتیم خواستگاری. پدر دختره به من میگه برو کنار عزیزم برو صحبت کنیم. پدر دختره میگه خانه داری؟ میگم ندارم. کار داری؟ ندارم. ماشین داری؟ ندارم. 1375 تا سکته میتونی بدی؟ گفتم نمیتونم. یه خورده حساب کتاب کردم. دیدم آقا همه اینا رو منم میخوام. تصمیم گرفتم. یک تصمیم اساسی. حتما تصمیم گرفته بره دکتراشو بگیره من. نه تصمیم گرفتم شوهر اختیار کنم. من اونا رو داشتم چرا ازدواج می‌کردم. الان مشکل من اینه. شما دنبال می‌سازم. مشکل داری منم میفهمم اینو. درک میکنم. حالا یه کاری میکنی. بگو. برای اینکه کمکی که از دست من برمیاد برای شما انجام بدم بتونم یه کمک کوچولو بکنم کمک من کن من این آیتم اجرا کنم. آخه به خود شما کمک میکنم به من کمک کن. چند میدن تو این یاغش من
باش اسب پیش کشی دندونشو نمیشمارم چه کار کنم؟ اینجا من یه سری وسایل نمایش دارم. وسایل؟ خواستم یکی از آیین‌های سنتی آذربایجان رو که توی عید نوروز اجرا میشه سکوت! برای دوستان اجرا کنم. اونجا یه تکم داریم. تکم من دوست دارم تکم دوست این گشنه است آقای محترم تچنده کوچیکه آبه چرنجیه تچندیه بزرگه بزرگترینشو خدا اینه یو خب اینا الان جسیم که عزیزم تو مرندی هستی همه مرندی اینجوری میکنه چی کار کنیم شما مرنده من اینجوری میکنم این بچهش نیافته بریم تشنه شد خیلی خوب اینو تموم کن بریم سراغ رسم و آیین بعدی مشکل تو هم الان میگم دوستان الان همه میدونیم وضعیت اقتصادی خرابه مردم دنبال کارن کار پیدا نمیکنن جوونا باید ازدواج کنن سنشون رفته بالا نمیتونن من میخوام یه خواهشی بکنم این مسائل حل کن بیام میخوام یه خواهشی بکنم من از بزرگترهای عزیز پدران عزیز مادران عزیز مگه اون موقع که شماها ازدواج کردین میگفتین ازتون پرسیدم ماشین داری؟ خونه داری؟ 1300 خورده ای سکه داریم؟ نه خیلی راحت نمیخوام یه قصه خوشگل براتون تعریف کنم این دوستم هم بهش گفتم که یه لباسی تن کنه بیاد به من کمک کنه حاضرین این قصه رو بشنوین؟ بله پس به افتخار خودتون اساتید عزیز یه دست همون قصه ما یه چوپان بود این چوپان گنده‌شو آورده بود که توی چراگاه بچرن خسته میرسه کنار یه چشمه و میشینه که سر و صورتی آب بزنه و استراحت کنه وای چوپان دختر خانم قصه ما برای پر کردن کوزش میاد کنار چشمه چشم بده کار دارم این چوپان چشمش به چشم دختر خانم میفته یه لحظه داره نگاه کن یه دل نه صد دل عاشقش میشه چوپان گوسفنده رو ببر اونور آب و پشکل برداشته کشه بسا خیلی خوب آره بذار قصه ما بگم بگو قصه خلاصه چوپان قصه ما عاشق دختره میشه و براش میخونه زندان چنن چیزانی که تو دیر کوزه سری جنبه نداری تو بخون تو دیر کوزه سری کوزنی علی ندامم کوزنی علی ندامم موموم بایروبا سلام موموم بایروبا سلام برو به جهنم اگه منو دوست داری بیا خواستگاری آفرین شد قدیما اینجوری بود دختره رو میپسندیدن و خانواده‌شون رو میفرستادن برای خواستگاری الان جلسه ای که تحت عنوان خواستگاری برگزار میشه برای آشنا شدن پدر و مادرها با همه خلاصه یعنی میشه این میاد السلوک یکی از رسوم قدیم ما رسم و قاعده شال سلاما بود یعنی از طرف خانواده داماد یک شالی رو برای دریافت جواب مثبت یا منفی از دیوار خونه عروس خانم مینداختن پایین اگه هدیه‌ای به شال بسته میشد یعنی جواب مثبت بود ببینیم جواب دختر خانم ما چیه والا این چوپان نیومد چرا بعده دا مثل حسن آقا وای فرستاد چشم الان بهت یادواره میدم سب کن موز موز؟ ببین اینو نگه دار 80 سال دیگه گرون میشه دونه ای میافته 28,000 تومن الان کی دینانه خلاصه هدیه رو میبستن البته آلما با آوردوله ها به نشانه بکش اینو نخوری یا یادواره خیلی خوب این چقدر میمونه مگه فوقش تو 3 روز دیگه میمونه نخور اونو خوردنی نیست جواب مثبت رو که گرفتن آماده سوروسات عروسی میشدن شما هم آماده این؟ خوش بلا به افتخار خودتون
بیا چقدر شیرین دوران نامزدی. Ama bəsdir, sən Allah bəsdir. Daş elə apadın sən. Aşkı bir bordi. Doğrudan da ki namaye ki. خب دیگه نمایشه دیگه یک یادگاری بگیریم حالا Yadigar. یک یادگاری بگیریم نه. بابا یک یادگاری اونو سرت کنیم حسنی دعوا میکنه. الان اونجا دعوا کرد. ولی بگیریم. یه دونه بگیریم. اینجوری بگیریم. بگیریم. آره دیگه. عکس یادگاری بدون رو سری گرفتیم دیگه نشد نه دیگه. نمیخوام. خلاصه اینجا من چیکار کنم؟ خب الان از این جشنواره هر جایزه‌ای به من رسید نصفش مال توه شما یکی شما بی‌نظیرین نمیم شهریه است چی گرفتیم؟ شما دیگه آقا چی کار میکنی؟ یه چیزی بدیم یعنی یازقه 35 سال ارشاد بود رفت بیرون بیمه هم نداری خواهش میکنم از کمک این دوست عزیزم خیلی متشکرم ببینم تشکر من میتونم برم؟ شما بفرم یا صدا اینا رو ببرم؟ سپاسگزارم نبرم؟ سربلندمون کردید واقعا مرسی درد نکنه افتخار من ما نفهمیدیم اصلا از آیین‌های آذربایجان چیزی گفتیم نگفتیم بی خیال یه آهنگ فولکلور آذری حسن ختام میخونم دست بزنید بریم پی کارمون همه دستا بده بالا داغ düşende, gündüne gel düşende, ruhum bedende oynar, yadıma sen düşende, bu kadar açtık alan, gözümü açtık alan, korkarım yar gelmeye, gözlerim yaşlı kalan. که شامل تندیس جشنواره لوح تحقیق و جایزه نفیس اهدا می شود به